باز یک سوال دیگر پیدا شد در مورد شما عده گفته گذاشتید که اگر که شوهرش مرده باشد زیاد از 4 ماه در عده می نشیند زن و بیرون نمی شود و در حالتی که مثلا زن و شوهر جدا شده باشند چه عیناً همین گونه است؟ یعنی عده معنایش از خانه نبر آمدن است یا اینکه در مدت عدهش نیست می تواند که بیرون برآید زن؟ نه، در مدت عده کوچه برآمدن حرام است. اگر طلاق باشد ممکنه لا تخرجوهن ولا یخرجن، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، از خانه هاشون نبرارید، یعنی برو گفته فرمان هم ندید، ولا یخرجن، نبرایند هم در سوره طلاق. در جایی که طلاق گرفت باید در همون خانهش نه در خانه شوهرش اساسا اشتنش نکار. فقط مدتش 4 ماه و 10 روز نه، ممکن است 4 ماه و 10 روز گذرد، ممکن نگذرد، برای اینکه 3 مراتبه بیمار شده پاک شدنش نکار. بله. حتی اگر کار کند هم یا اینکه نباید ممکن نه، در همین مدت عده کوچه برآمدن منع است. بله.